در چشم پدر یک نفس خواب کجا شد؟ تاریک شده این شب مهتاب کجا شد؟ آتش زده بر خرمن من آب کجا شد؟ فریاد نماییم که سراب کجا شد؟ یا رب نظر کن که جگر تاب ندارد، طاقت به غم غصه سهراب ندارد. مادر به کجا شد که دیدار تو بیند؟ خونین شده این تن رخسار تو بیند. در بستر غم تن بیمار تو بیند. صد گل بر سر بازار تو بیند. یا رب نظر کن که جگر تاب ندارد، طاقت به غم غصه سهراب ندارد. در شعله چنان سوخته نزار نجیبه، به خون تپیده تن بیمار نجیبه. ای خاک نشد در پی آزار نجیبه، به خون تر شد لب افطار نجیبه. این روزه دیش. یا رب نظر کن که جگر تاب ندارد، طاقت به غم غصه سهراب ندارد. در جسم نگینه رمق تاب نمونده، در شعله چنان سوخته نم آب نمونده. در خانه به جز کاسه خون آب نمونده، آگاه باشیم که سراب نمونده. یا رب نظر کن که جگر تاب ندارد، طاقت به غم غصه سهراب ندارد. مجید ز غم سوختگان مرغ چمن سوخت، آتش افروخته بیند که کفن سوخت. دست و سر و پا و چشم و دهن سوخت، هر کس که شنید داغ تو را همچو وطن سوخت. یا رب نظر کن که جگر تاب ندارد، طاقت به غم غصه سهراب ندارد. به سال 1390 بود که از ما یک آتش سوزی شد به خانه ما. فامیل با 4 نفر شهید شد. خدا مغفرت کنه. یک خانم ما بود، یک دخترک ما بود، یکم بچگک ما بود. خدا مغفرت کنه. از 14 ساله، 18 ساله، 22 ساله تا 35 ساله اینا به یک دم شهید شد.